سلام دوستان عزیزم، به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. امروز میخوام این نقاشی سیاه قلم هایپر رئال که در اینستاگرامم به اشتراک گذاشته بودم رو بهتون آموزش بدم. لیست ابزار مورد نیاز رو در متن توضیحات واسهتون نوشتم. میتونید برای طراحی این نقاشی از روش شبکه بندی یا جدول بندی استفاده کنید. این عکس رو در چنل تلگرامم میذارم که برای طراحی ازش کمک بگیرید. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید چون در آخرین آموزش یه نکته خیلی مهم رو بهتون گفتم. ابتدا طراحیتون رو با یه مداد روشن روی مقوای تمیز انتقال بدید. یه تیکه چسب کاغذی رو جدا کنید و چسبندگیش رو کم کنید و پایین این موی بافته شده بچسبونید. با هر مداد زغالی نرمی که داریم سایه زدن رو شروع میکنیم. من از کنته پاریس استفاده کردم. بچه‌ها عکس مدل رو چاپ کردم و توی تلگرام هم واسه شما گذاشتم. حتما دانلود کنید، حالا به انتخاب خودتون، یا از روی گوشی و یا اینکه اگر خواستید چاپ کنید و کارتون رو شروع کنید. ابتدا با همون مداد زغالی نرممون این قسمت هایی که تیره هستند رو اجرا میکنیم. مثل همیشه زیر دستی رو فراموش نکنید. خطوطی که میکشید باید خطوط تیز و پرتاب شده ای باشن. اگر بلد نیستین این خطوط رو طراحی کنین، لینک یه آموزش رو توی توضیحات واسهتون گذاشتم. حتما اون آموزش رو ببینید و تمریناتش رو انجام بدید. من از قلموی زبر و سرتخت استفاده کردم. ویژگی های دیگه قلمو رو در توضیحات واسهتون نوشتم. خطوطی که کشیده بودیم رو با قلمو محو میکنیم. دوستان عزیزم، شما باید به خوبی ابزارتون رو بشناسید. اگر نمیدونید تفاوت زغال و گرافیت چی هست، یک ویدیو واسهتون درست کردم و این موضوع رو آموزش دادم که لینکش رو در توضیحات واسهتون میذارم. حتما ببینید. سایه زدن رو به آرامی و با حوصله انجام بدین و سعی کنید از تمام مراحل نقاشیتون لذت ببرید. دوستان خوبم، نکته‌ای که باید موقع طراحی کردن و سایه زدن مو خیلی بهش دقت کنید، رعایت جهت موها هست. یعنی به جهت و چرخش موها باید دقت کنید و در همون جهت درست طبق مدلتون سایه بزنید. مثلا جهت موها در این قسمت به این شکل هستش. این خط رو با مداد زغالیمون مشخص میکنم که موقع سایه زدن محو نشه. تیرگی ها رو شارژ میکنیم. تیرگی هایی که ایجاد کردیم رو با قلمو محو میکنیم.
بچه‌ها به محض اینکه زیر دستیتون لک شد باید اون رو عوض کنید و از یک زیر دستی تمیز استفاده کنید. من لک هایی که این قسمت هم ایجاد شده رو با پاکن پاک میکنم. تیرگی های این قسمت رو هم کار کردم و الان با قلم مو محوشون میکنم. از اونجایی که ما نمیخوایم قسمت‌های روشن کار کاملا سفید باقی بمونه، با قلم مو این فضای بین تیرگی‌ها رو سایه میزنیم. با مداد زغالی نرممون شروع میکنیم به اجرای قسمت‌های تیره در این قسمت. سایه هایی که ایجاد کردیم رو با قلم مو محو میکنیم. همیشه بقایای پودر مدادتون رو با فوت کردن از روی کار کنار بزنید، چون اگر این کار رو با براش یا دستتون بخواید انجام بدین باعث لک شدن و پخش شدن تیرگی در نقاشیتون میشه. شروع میکنیم به سایه زدن قسمت روشن کار. یه نکته خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم، هیچ وقت قسمت های روشن کار رو با قلموهای تیره سایه نزنید و سعی کنید از قلموهایی برای سایه زدن این قسمت استفاده کنید که تیرگی کمتری دارن. شروع میکنیم به اجرا کردن خطوط تیره در این قسمت و بعد اونها رو با قلمو محو میکنیم. فضای روشن رو سایه میزنیم. تیرگی ها رو در این قسمت هم اجرا میکنیم. تیرگی هایی که ایجاد کردیم رو با قلمو محو میکنیم. سوالاتتون رو حتما در قسمت کامنت ها بپرسید و نظراتتون رو واسم بنویسید. خیلی خوشحال میشم از اینکه کامنت های قشنگ و پر انرژی شما رو میخونم. شروع میکنیم به سایه زدن قسمت های روشن. برای این قسمت هم دقیقاً مراحل قبل رو انجام میدیم. به طرحمون دقیق نگاه میکنیم و سعی میکنیم یک سری خطوط و قسمت‌های تیره رو در جهت درست اجرا کنیم. خطوطی که ایجاد کردیم رو محو میکنیم. دوستان خوبم، از اونجایی که هر هفته ویدیوهای آموزشی جدیدی رو در کانال میذاریم بهتون پیشنهاد میکنم حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو فعال کنید که ویدیوها رو از دست ندید. فضای روشن رو سایه میزنیم.
همونجور که گفتم تیرگی ها رو با مداد زغالیتون ایجاد کنید، به طرحتون مرتب نگاه کنید و خطوط رو به همون شکل اجرا کنید. دوستان خوبم، برای اینکه بهترین نتیجه رو از این آموزش ها بگیرید باید با دقت فیلم های آموزشی رو نگاه کنید. خود نگاه کردن بخش مهمی از آموزش دیدن هست و سعی کنید با ابزاری که در دسترس دارید حتما تمرینات رو انجام بدید. اگر نتیجه‌ای که میخواید رو به دست نمیارید اصلا نگران نباشید، چون به مرور زمان با تلاش و پشتکار قطعا خودتون متوجه پیشرفتتون خواهید شد. تمریناتی که انجام میدین رو حتما به دایرکت اینستاگرامم ارسال کنید. خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم که با آموزش های کانالمون پیش میرید. فضای روشن رو سایه میزنیم. خطوط تیره رو با استفاده از مدادمون اجرا میکنیم. باید مدام به طرحتون نگاه کنید و دقیقاً مثل طرحتون اجرا کنید. خطوطی که ایجاد کردیم رو محو میکنیم. فضای روشن رو سایه میزنیم. اگه دقت کنید متوجه میشید که کار داره حجم پیدا میکنه و سه‌بعدی به نظر میرسه. میخوام شما رو به چالش بکشم و ازتون یه سوال بپرسم که از نظر شما چه چیزی باعث میشه که طراحی ما حجم پیدا کنه؟ پاسختون رو حتما توی کامنت ها واسم بنویسین. به 3 نفر از عزیزانی که جواب درست بدن یه هدیه به رسم یادبود تقدیم میکنم. پس حتما خودتون رو به چالش بکشید. اگر اشتباه پاسخ دادین هم هیچ اشکالی نداره. نظرتون رو توی کامنت ها واسم بنویسید. خب بچه ها، قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ مرحله بعدی، میایم نقاشیمون رو با طرح اصلی مقایسه میکنیم. در این مقایسه من متوجه میشم که باید حجم فضای روشن کمی کمتر باشه، به همین دلیل تیرگی رو بیشتر میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ کار با پاکن، اگه میخواید نقاشی رو شروع کنید و نمیدونید از کجا شروع کنید، پیشنهاد میکنم این لینکی که بالای صفحه گوشه میاد رو روش کلیک کنید و اون ویدیو رو حتما تماشا کنید. در اون آموزش بهتون میگم که اگر بخواید از صفر شروع کنید چجوری با آموزش های کانالمون پیش برید و بهتون یاد میدم که تو بازه زمانی کمتری نتیجه بهتری رو بگیرید. لینکش رو در توضیحات هم واسهتون میذارم. همونطور که این سوال رو از شما پرسیده بودم و اکثریت درست جواب دادین، قرار هست که با پاکن اتودی یا مونوزیرو تارهای موی روشن رو کار کنیم. اگه این پاکن ها رو ندارین اصلا نگران نباشین. در یک ویدیو آموزش دادم که چطور پاکن مونوزیروی خانگی بسازین. لینکش رو در توضیحات واسهتون گذاشتم. شروع میکنیم به کشیدن خطوط روشن با پاککنمون. مدام به طرحمون نگاه میکنیم و در همون قسمت که سایه های روشن زده بودیم شروع میکنیم به ایجاد کردن این خطوط روشن. به این نکته مهم در هنگام کار با پاکن هم باید دقت کنید که جهت موها برای ما مهم هست و در جهت درست باید پاکن رو استفاده کنید.
اگر ایجاد کردن این خطوط با قوس‌های مختلف واسه‌تون سخت هست، حتما قبل از اون تمرینات گرم کردن دست رو انجام بدید. این تمرینات باعث افزایش ارتباط بین مغز، چشم و دست میشه و باعث میشه خطوط رو به همون شکلی که میخواید خیلی راحت بتونید کار کنید. لینک تمرینات گرم کردن دست رو هم در توضیحات زیر ویدیو و این بالا واسه‌تون میذارم. اگه به طرح اصلیتون دقت کنید، یک سری از تارهای مو رو میبینید که در جهت بقیه نیستن و به این شکل قرار گرفتن. برای اینکه نقاشی ما هایپر رئال باشه، باید به جزئیات خیلی دقت کنیم و این تارها رو هم به راحتی با پاکن ایجاد میکنیم. اطراف نقاشیتون رو با پاکن تمیز کنید. بقایای پاکن رو با یه براش تمیز از روی کار کنار بزنید. نکته خیلی مهمی که گفته بودم میخوام بهتون بگم این هستش که برای اجرای موهای خورد و موهایی که پخش هستن بهتر هستش که از مداد پلیکروم مشکی فابر استفاده کنید. اگه این مداد رو ندارین، از تیره ترین مدادی که دارین و با نوک کاملا تیز مدادتون این کار رو انجام بدید. بچه‌ها هر چقدر که بیشتر وقت بذارید برای نقاشیتون و با صبوری و با حوصله جزئیات رو خیلی زیباتر اجرا کنید، میبینید که در آخر نتیجه کار بسیار طبیعی و زیبا خواهد بود. به آرامی چسب رو جدا می‌کنیم. با پاکن میتونید این رد چسب رو که باقی مونده پاک کنید و اون رو یک دست کنید. راستی بچه‌ها اگه دوست دارین مدل‌های بیشتری از موی زنانه و مردانه رو طراحی کنید و سایه بزنین، حتما این پلیلیست رو ببینید.